گوگل بدون توجه به اوضاع اقتصادی ما هشدار داده 40% از گوشی‌های اندرویدی فعال در جهان دیگه آپدیت امنیتی نمیگیرن و اگه گوشیتون قدیمیه باید عوضش کنید. اپل هم در رویداد WWDC 2026 از سیری AI رونمایی کرد. یه نسخه کاملا جدید از سیری که حالا مکالمه طبیعی تری داره. محتوای صفحه نمایش رو پایش میکنه و پاسخهای خیلی هوشمندانه تری میده. iOS 27 هم با بهبودهای سرعتی تو راه. ایردراپش 80% تندتر عمل میکنه و بعد از گرفتن عکس میتونید زاویه دوربین رو تغییر بدید. خبر مهم بعدی این که 3 تا از غول‌های صنعت هوش مصنوعی یعنی سازندگان چت جی پی تی و کلاد و کمپانی ایکس ای آی ایلان ماسک همزمان دارن برای ورود به بورس آماده میشن. اتفاقی که نشون میده صنعت هوش مصنوعی حالا به یکی از بزرگترین بازارهای اقتصادی دنیا تبدیل شده. انویدیا هم از پلتفرم RTX اسپارک رونمایی کرد. سخت افزاری که میتونه اجرای مدل‌های هوش مصنوعی رو روی لپتاپ‌ها و کامپیوترهای شخصی سریعتر و قدرتمندتر کنه. در نهایت شرکت متا هم اشتراک پلاس رو برای هر سه تا اپش معرفی کرده. اینستاگرام و فیسبوک پلاس مای $3.99 و واتساپ پلاس مای $2.99. تو اینستاگرام پلاس امکاناتی مثل آماردهی پیشرفته و نگه داشتن استوری بیش از 24 ساعت وجود داره. خلاصه جدیدترین اخبار دنیای خودرو و تکنولوژی رو میتونید اینجا با من دنبال کنید. ممنونم.